خب بریم 3 2 1 شروع کنیم. سلام به همگی، امیدوارم خوب و سلامت باشین. من مهدی هم. من دیروز یه کمپین رو تشکیل دادم به اسم کمپین در واقع خوشحالی بی‌نهایت، اینفینیتی کمپینز. بعد گفتم که حالا خیلی خودمونی باهاتون صحبت کنم. حالا قرار نیستش که بلاگر بازی در بیاریم و ادا در بیاریم و اینا، نه، ولی داستان از این قراره که حالا چیزی که در واقع شما رو خوشحال میکنه توی صحنه‌ای که میبینین، حالا هر چیزی که میتونه باشه، اینو با من در میون بذارین، توی پیج من بذارین، توی کانال بذارین، همه ببینن. میتونه هر چیزی باشه، میتونه بازگشت به یه رابطه باشه، میتونه ازدواج باشه، میتونه یکی بیاد بگه آقا مثلا فلان چیزی که دوست داشتم و خریدمش، یکی بیاد بگه مثلا حالا خدای نکرده کسی بیمار بوده حالش خوب شده و اینو به صورت ویدیو بفرسته و داشته باشیم و همه اینا جمع بشه و در نهایت و در بی نهایت ادامه پیدا بکنه و این خنده همیشه روی لبمون باشه. ما از غم و ناراحتی و اندوه صحبت نمی کنیم، اینم یادمون باشه و چیزی رو میذاریم که خوشحال کننده، شاد و خوب باشه. در کل خوب باشین، دوستتون دارم، فعلا.